بسم الله الرحمن الرحیم. برادر گرامی، جناب معاون صاحب اول ریاست جمهوری، املا خاند سالی، تمام اعضای جلسه، وقت نمیگیریم که هر کدام تانه همه برادران اولتر از همه توف پیشوای بشریت خدمتان تقدیم میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رحمان بابا ویلیت لکونم مستقیم به خپل مکانیم که خزان را باندې راسی که بهار د هندوکش غرب غوندې موږ درېدلي یو. کی بزرگترین فرصت است. چرا؟ اول حاکمیت ملی افغانستان به صورت کامل اعاده میشه. دیگه نقش همکارای بین‌المللی ما در تصامیم امنیتی از بین میره. از این جهت اصلاحات اساسی را که جناب معاون صاحب اول در کابل پیشنهاد کردن فوراً اجرا میشه و در باقی نقاط افغانستان با قوت کامل اجرا میشه. کسی در این شک و شبهه نداشته باشه. از 22 نهاد اسلامی فتواهای جدی آمده و اجماع کامل که جنگ طالب هیچ نوع مشروعیت نداره. هیچ نوع. یک نهاد تا باله حاضر نشده که به نفع از اینا فتوا بده. از این جهت مشروعیت واضح اسلامی را در دست داریم. خواهی بین‌المللی را ما گفتیم برای دوی خود تعدید کن موقع خود پلان جور کن. از این جهت از نگاه روایت باید واضح باشه که هدف اساسی رهبری جمهوری اسلامی افغانستان خواستن معاون صاحب اول مستک که ما آمادگی کامل داشتیم. بهترین فرصت است که بی‌طرفی افغانستان در سالهای آینده به صورت اساسی ما تثبیت کنیم که دیگه به هیچ وجه خاک ما و مردم ما موجب میدان رقابت بیرونیا نباشه. یک افغانستان بی‌طرف معنیش است که با همه روابط مثبت داشته می باشه. 6. منطقه امروز باید یک تجدید نظر اساسی سر آینده افغانستان و روابط افغانستان داشته باشه. 7. برای پاکستان روز تصمیم گیری است. اگر میخواین به طرف بربادی و تباهی برن، کشور ما اگر خدای ناکرده نارام شد امرای از اینا نارامی از ایناست. اگر انتخاب بجا میکنن و رای آبادی، صلح، صفا و همکاری را میبینن بهترین فرصت است برشون. اگر رای دوم انتخاب کنن دنیا هم رایشون استاد میشه و ما تمام منطقه را هم رایشون استاد کرده میده. نقطه دیگه از نگاه همکاری بین‌المللی ماست. پیمان امنیتی دو طرفه ما همراه امریکا همراه ناتو بجای است. تمویل، تجهیز و انشالله تعلیم قوای امنیتی و دفاعی ما در کشورهای بیرونی دوام میکنه. از رئیس جمهور محترم امریکا، سرمنشی سازمان ناتو، وزیر خارجه امریکا همه به ما اطمینان دادن که در این وقت کدام تشویش شما در قسمت تمویل نداشته باشین. در قسمت تجهیز و تعلیم اقدامات اساسی روی دست است. و نقطه آخرم در این بخش 6 ماه آینده به یک روند منظم، منسجم، پلان شده بدل میشه. هیچ نوع ورخطایی در بی بکار نیست. نو زکت تاس طول به اطمینان په فضا کارو دوم آمدگی های ماست. تنها 2 نکته را من خدمتتان ذکر میکنم. اول تغییر در خود کابل. مسئله برادرای محترم مثل مسئله سیمرغ است. داستان معروف عطار 30 تا مرغ رفتن تا 30 مرغ پیدا کنن.
در آخر دیدن که خودشان 30 تا مرغ هستن. امنیت کابل در دستای توانای شما و مدیریت بسیار قوی جناب معاون صاحب اول است. شاروال صاحب، والی صاحب کابل، قماندان صاحب امنیت کابل، رئیس به امنیت، تمام زوات را، مدیر صاحب ترافیک، اینا همه زوات را که ذکر کردن و دوباره تکرار نمیکنم. اما شما که امروز در این تالار هستین و جلسات 6 را انجام میتین، نشان دادین معنای ظرفیت این نیست که ظرفیت از بیرون وارد شود، کدام امپول باشه که در شما تزریق شود. ظرفیت است که به کار انداخته شد. جلالی صاحب، همه شما آمدزای صاحب، هم رئیسی امیجارم سنگ کابل تغییرش در چند ماه برتان ثابت کرد که مشکلات قابل حل است، به شکلی که به شکل تیم کار کنین، به صورت متحد کار کنین. کلید در دست خودتان است. دوم، خاص و قوا و کماندوت اوی قطعات تو گوری. دا داستان تا یوار بیا و گوری. 40 کالا مخکې 99% یا 100% اجرات عملیاتونه بین‌المللي قوا لخوا کېده. 6 کالا مخکې چې زه ولسمشر شوم، دانګام که لومړی برید په دانګام باندې وسو، دا یې موږ اوس نشر د پارني یوه اونۍ په کارو چې لویدرستی صاحب مشاور صاحب د امنیت ملي دا ټول دانګام ته یو پلان جوړ کړي. اوس هره ورځ 40 تر 50 عملیاتونه توسط خاصو قطعاتو او اوی اتلان لخوا کیږي. در 2 سال گذشته ما در حقیقت یک انتقال عظیم مسئولیت به شکل عملی انجام داده بودیم. ارغنداب ببینید. من از کلتان خواهش میکنم یو په یو له تاسو نه غواړم چې د ارغنداب دوسیه تا سر له پایه وګورئ. داسې کوڅه د ارغنداب نه ده چې منځ کې بمونه نه دي ایښودل سوي، داسې کورونه نه دي چې خراب سوي نه دي. پلچک، 2 پل بزرگ، تمام تأسیسات مردم در ارغنداب تباه شده، تمام زندگی. و یکی از کماندانای طالب آمده زمین غصب کرده بود. دا خلکو ته وایي د هغوی پیغام څه ده، د موږ پیغام څه ده. تاسې ولیدل چې سره له دې چې زه له روغتون نه وتلی ومه، ارغنداب باندې مې جلسه ونیوله، او سره له دې چې هماغه ورځ سالي صاحب و زه میلمه پالو د وزیر د خارجه د امریکې دپاره. حکومتداری باید دوام وکړي. سر اساسی برادران محترم در است که ما بتانیم کارهای دولتداری را به صورت منسجم نداریم. و نقطه دیگه چیست که باید داستان از سر تعریف شد. امروز یک انتخاب است. کندی رئیس جمهور فقید امریکا گفته بود، گفت امروز روز نیست که شما بگوین که دولت برتان چی میکنه. امروز روز است که شما باید بگوین که بر ملتتان چی میکنین. اینی معیار انتخاب است. کسایی که امتیاز میخواین خانه بشینن، کسایی که ترس دارن بیرون تشریف ببرن، هیچ نوع تاثیر سر ملت ما نمیه. که 2 نفر دیجین لارسی او خپل ساتیری مو که لار دیسی. روز تصمیم است صف واحد جمهوریت با قوت سر جمهوریت اسلامی افغانستان استاپ میشه. او څوک چې فساد کوي، رازق خانه و تمام شما صلاحیت کامل دارین. بنو معاون صاحب اول روزانه هم رایتان کار میکنه، از طرف رئیس جمهور افغانستان پشتیبانی کامل دارین، اونا پرسان کنین. هر بار که رازق خانه آمده کدام کس بگیره، معاون صاحب گفته که من چی کنم، من گفتم نامش به من نگو، صلاحیت بده برش که بگیرشه. هر چیره چی لارسی رازق او هر توطئه مقابل که جوړ کی زتا باندې دریکم او تاسو ټول باندې دریکم. نقطه سوم اهمیت جلسات 6.5 است. نقطه کلیدی چیست؟ درس ازی پالیسی در ایجا ساخته شده نمید.
هر پالیسی که روزانه به صورت تفصیلی جزئیات مورد نظر نگیره موفق نمیشه. جزئیات نیست، کارهای روزانه شما در هر حوزه پلیس، در هر ولسوالی، در ولایت، در مملکت دارای اهمیت است. حالا فکر کنید خدای ناکرده اگر یک موتر بم از یک حوزه یا از یک ولسوالی تا چی شد، تاثیرش بر کل است. بنابراین کار کوچک در بخش امنیتی وجود نداره. کارهای مرتبط از یک زنجیر اساسی است. ضعیفترین نقطه زنجیر قوت زنجیر تمثیل میکنه. اگر ریسمان کشی میکنی، اگر ریسمان در مابین سکلیت، خب بعد از اون ریسمان کشی نیست. از این جهت از شما اول تشکر میکنیم که باعث یک تیم واضح ظهور کردین و دوم ضرورت واضح عزیز. نقطه اولی است که کل کابل به صورت اساسی منظم شود، از یک دست مدیریت شود و او دست شاروالی است. جناب سلطانزوی صاحب از زحماتتان تشکر. پیشنهادهای مشخص در قسمت مداخلات دیگر بیارین. تقسیم کار باید صورت بگیره، اما نقطه کلیدی هماهنگی هر پروژه که تکمیل میشه به دست است و تفکیک واضح بین ادارات مختلف وجود داشته باشه که با هماهنگیتان صورت بگیره. زون پایتخت مطلق ما بازم برشون هدایت دادیم. چند طرح پل آورده بودم، گفتم یک کار شما نیست، کلش و اینا در بودجه سازی و اینا رو باید یاد بگیرن. هر روز با پیشنهاد آمدن هم میتونن. تمرکز از اینا جناب والی صاحب شما از زحماتتان تشکر میکنم. زون پایتخت سر ولسوالیا متمرکز بسازید. ولسوالیایی که خاصتا برش رسیدگی نشده اینیجا ضرور است که از تمام ظرفیت تکنیکی از اینا استفاده شود که یعنی یک بخش وظایف زون پایتخت بایدی باشه که به حیث یک بازوی ولایت کابل در سر ولسوالیا به اساس اولویت بندی شما تمرکز کنه، نه ای که خودشان هر چیزی که میخواین پلان کنن در باقی زون وظایفشان تعیین خواهد شد. قماندانی امنی کابل از جناب توتاخیل صاحب ابراز تشکر میکنیم. تمام همکاران تشکیلاتی تغییر عملی سی په اساسي توګه او ضرورت دی ده سرته ورسیږي. ظرفیت صلاحیت جناب ایدریس هزار دفعه پیشنهاد مشخص ارائه کن تا بتانین که حیثیت ولایت کابل یک حیثیت خاص است و با فعالیتایی که شما کردین ضرورت واضح است که امتیازاتش شد. طرحهای جرایم سنگین هدایت دادیم، اما ضرورت عزیز جناب صالح صاحب که یک مرور سر تمام ادارات باقی مانده جنایی وزارت داخله صورت بگیره. از لویتار انوال و عادی صاحب ابراز تشکر میکنیم. ضرورت واضح است و همکاری بسیار خوب بین رازخان و وزیر صاحب مالیه پاینده صاحب به وجود آمده. از همکاری اردویتان تاست طول نمانه نکوم. امدا ضرور ده توس اواید سر تاست دوی سر بجدی توگه کارو ما وزیر صاحب مالیه تا صلاحیت ورکړه او عملی کړ چې راسن رئیسان و مدیران نور خلق ازل کوي سي باید دا ضروری نو الته همغږي وکړي. حرف من بسیار ساده است دی بخش جناب صالح صاحب. از طرف ما شما صلاحیت دارین که در کابل اصلاحات، تغییرات و پیشرفت‌های آینده را به صورت کامل مدیریت کنید. لیدلورم واضح ده، ملی حاکمیت ده، جمهوریت ده، ولسواکی ده، یو آباد، آزاد، خپلواک افغانستان ده که په دې چوکاټ کې طالبان را سره غږیږي او سوله کوي سر وسترګو. که خبره د داری سل وارد بیا فکر وکړي.
تاسو خو په موږ باندې تور لګوو چې بینالمللي قواو باندې درېدلی نرسئ له پاکستان نه ووځئ دا ګرځو دا میدان که هلته پټېږئ خو دا څه رقم تعلقات دي او پاکستان ته واضح وایم انتخاب وکړه دغه د وخت د انتخاب ته که غواړې د دې خاورې دښمني واخلې انتخاب وکړه که غواړې د خاورې سره دوستي وکړې او په سلها کالو کې دوست پاتې سو دغه یې وخت ده دا اوس په دې نه کېږي چې په خوله یو شی وایي او په عمل کې بل شی وکړي موږ هر حالت ته آماده یو اراده ملت افغانستان رحم خداوند جل شانه و اجماع ضروری ما در این وقت تصمیم گیری است وقت تعهد است و هر نسل اینمی عزم داشته این تعهد داشته که روزای بده به روزای خوب بدل کنه لامت شاه بابا نه تروسه بول بارها توطئه اوسوی تی موږ استقلال را نواخلی ای موږ اراده را نواخلی ای موږ خاور را نواخلی مگر دی خاوری که بل صفت ده